باز شدن آگاهی شما فقط با یک سوال شروع میشه، اینکه از خودتون بپرسید من کی هستم؟ آیا شما اسم یا این برچسب هایی که اجتماع به شما زده هستید؟ با شروع این سوال یک سفر درونی برای شما آغاز میشه، یک سفری با خود آگاهی، نوشتن افکار، بررسی باورها و تجربه زندگی روشن‌تر میشه. پاسخ این سوال هیچ موقع برای شما کامل توضیح داده نمیشه، ولی هر بار که بپرسید من کی هستم به آگاهی نزدیکتر میشید. بیایم یک بار بپرسیم من کی هستم. تو این سفر با ما همراه